توی آدم خاصی، فقط هنوز شکوفا نشدی. چند بار این جمله رو شنیدی؟ از ویدیوهای انگیزشی، پست‌های اینستاگرامی، آدمایی که خودشون هم نمیدونن چی میگن و هنوز دنبال خودشون میگردن. اما با اعتماد به نفس همین جمله رو تکرار میکنن و میرن. مشکل چیه؟ این جمله قشنگه، اما خطرناک. چرا؟ چون یه خواب نرمه. تو رو میبره توی یه فاز آروم باش، بالاخره وقتش میرسه. ولی نمیگه وقتش کیه، کجاست، چطوره. اصلا میرسه یا نه؟ نمیگه که خاص شدن یه تصمیمه، نه یه اتفاق. بذار روشن بگم. تو خاص نیستی. و تا وقتی کاری نکردی هیچ دلیلی هم نداره خاص باشی. و هیچ کس ذاتاً خاص به دنیا نمیاد. هیچ بچه‌ای با مهارت، نظم، قدرت ذهنی یا بینش متولد نمیشه. اینا ساخته میشن. با زحمت، با تکرار، با شکست، با سکوت. اون جمله‌های خوشگل فقط مثل پتوی گرم تو زمستونن. گرمت میکنن ولی نجاتت نمیدن. واقعیت سرده، تلخه، ولی نجات بخشه. واقعیت اینه که خاص بودن یه حس نیست، یه مسیره. یه مسیر سخت، پر از خستگی، تردید، بیخوابی و بی‌نتیجه موندن. یه راه ساکت و بی صدا، بدون تشویق، بدون دیده شدن. ولی پر از رشد، پر از شکلگیری، پر از ساختن. تو خاص میشی وقتی توی تاریکی کار میکنی، حتی وقتی دیده نمیشی. وقتی کسی تشویقت نمیکنه ولی ادامه میدی. وقتی با خودت میجنگی تا یه مهارت رو بهتر یاد بگیری. وقتی به جای اینکه ناله کنی سخته، میگی باشه ولی انجامش میدم. و اگه هنوز شکوفا نشدی، شاید چون هنوز بذر نزدی. شاید چون تو خاک اشتباهی. شاید هنوز منتظری که یه اتفاق از بیرون زندگیتو نجات بده. ولی بذر خودش رو نمیکاره. هیچ ایده خودش نمیاد تو خوابت. هیچ نجات دهنده‌ای قرار نیست سر بزنه. یا بلند میشی و میسازی، یا کم کم از درون میپوسی. راه ساده است، ولی آسون نیست. هر روز یه قدم. یه پروژه شروع کن، یه مهارت تمرین کن، حتی اگه کندی. یه عادت کوچیک بساز، حتی اگه حسش نیست. نه واسه تایید شدن، نه واسه توجه، فقط واسه خودت. واسه اون روزی که همه بدون اینکه چیزی بگی خودشون بفهمن چی ساختی و کی بودی. یاد بگیر کار کنی وقتی خسته ای. یاد بگیر صبور باشی وقتی نتیجه نمیاد. یاد بگیر سکوت کنی وقتی بقیه فقط حرف میزنن. این ویدیو برای اونایی نیست که دنبال جملات انگیزشی ان. برای اونایی که از توهم خستن، از صبر بی‌ثمر، از خواب زمستونی. و در آخر اگه از حرفای انگیزشی تو خالی و این چرت و پرتا خسته شدی و دنبال واقعیت زندگی هستی، کانال رو سابسکرایب کن. اینجا ما رویا نمیفروشیم، فقط میگیم چطوری بسازی.